من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از جابر ابن سموره روایت است که گفت اهل کوفه از دست سعد در نزد عمر شکایت نمودند. عمر او را عزل نموده و عمار را به جایش مقرر نمود و در چندین مورد از وی شکایت نمودند تا جایی که گفتند سعد نماز خواندن را خوب نمی‌داند. عمر او را طلب نموده و گفت یا ابو اسحاق، اینها میگویند که تو نماز خواندن را خوب نمی‌دانی. گفت به خداوند قسم که من برایشان نماز پیامبر خدا درود بر او را می‌خوانم و چیزی را از آن کم نمی‌کنم. نماز خفتن را که می‌خوانم 2 رکعت اول را دراز و 2 رکعت اخیر را سبک می‌خوانم. عمر به وی گفت گمان من هم نسبت تو همین چیز بود. عمر شخص و یا اشخاص را با وی به کوفه فرستاد تا راجع به او از اهل کوفه پرسش نماید. آن شخص درباره او از اهل کوفه پرسان نمود و هیچ مسجدی را در مورد پرسش و استفسار از مردم نسبت به وی فروگذار ننمود. همگی از وی تعریف و توصیف نمودند تا اینکه به مسجد بنی عبس رفت. در آن مسجد شخص به نام اسامه ابن قتاده که کنیه‌اش ابو سعده بود برخاست و گفت حالا که درباره او میپرسی باید بگویم که سعد با مجاهدین به جهاد نمی رفت، اموال را برابر تقسیم نمی نمود و در قضایا عدالت نمی کرد. سعد گفت به خداوند سوگند که در مقابل این 3 تهمتی که بر من زده است به 3 چیز درباره‌اش دعا خواهم کرد و میگویم الها اگر این بنده دروغ گفته و برای ریا و خودنمایی چنین گفته باشد عمرش را دراز، فقرش را زیاد و در فتنه‌اش دوچار بگردان. و همان بود که در آینده چون کسی از حالش میپرسید میگفت پیرمردیم که در فتنه دوچار شده و دعای سعد بیچاره هم کرده است. راوی از جابر روایت میکند که من آن شخص را بعد از مدت دیدم که از پیری ابروانش روی چشمش افتاده بود. با وجود آن هم سر راه دختران جوان را میگرفت و به طرف آنها چشمک زده و آنها شوخی میکرد. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على